دولت رشد کشور که مرحله‌های فاصلوی اجرای ملی رشد تا سال در بر می‌گیرند و خاطر رسیدن به هدف‌های استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمره‌بخش عملی کرده شدند. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می‌رود که کدام برنامه‌ها و کدام چاره‌روی‌های حکومت و دولت عملی کرده شدند و چگونه. در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده، اقتصاد ملی ماه سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی و هر اهالی 2.7 برابر افزایش یافت. از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. اهالی کشور از 82 میلیون نفر سال 2015 از 7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردیده. نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 و 77 سال رسید. یعنی دراز عمری در 10 سال آخر 7 سال بالا. در این مدت سطح کم‌نزاعتی تا 19% کاهش یافت. درآمد پولی اهالی از 26 میلیارد سومانی سال 2015 تا 165 میلیارد سومانی در سال 2025 یعنی بیش از 6 برابر افزایش شد. این کم نیست. این رقم‌هایی که در قید هستند. سال 2025 برنامه میانه مدت رشد کشور برای سالهای 2026 2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. عملی سازی سری وقتی و صفتناک آن امکان می‌دهد که در 5 سال آینده حجم مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کم‌نزاعتی تا 10% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم چیزبرانسانی‌های کودکی 11.7% افزایش می‌یافت. وابسته به حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سفارش داده می‌شود که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد عملی سازی سری وقتی و پروژه برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2026 2030 را تأمین نمایند. حالا در کشور در سمت جلب سرمایه وطنی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، ساختمان از نوسازی انشاءاتی، انرژتیکی و نقلیاتی، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، توسعه چیزبرانسانی‌ها، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، لایحه‌های مهم، تدبیرهای مشخص عملی
شده ایستادند. سال 2025 مجموع محصولات داخلی کشور و 173 میلیارد سامانی رسیده، سرعت رشد واقعی آن 8.4% را تشکیل کرد. در برابر این مناظران است که سرعت رشد اقتصادی ملی را در سال 2026 کم از 8%، در سالهای می‌آینده استواری نشاندهنده‌های ماکرو اقتصادی را تأمین نمود. حکومت مملکت باید سمت‌های رشد تکنولوژی رقمی و ذهن صنعی، صنعتی‌کنی باثبات با تکنولوژی‌های معاصر، استفاده امکانات‌های ترانزیتی و سیاحی، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری را تقویت داشت. در این روند به اداره‌کنی ثمرناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصادی سبز و دورگی، گزارش به مدل اقتصادی و دانش و نوآوری اساس یافته، رشد سرمایه انسانی و پیشگیری کردن تأثیر تغییریابی اقلیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. وکیلان محترم، پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن صنعی در جهان معاصر توانایی این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده و منبع الهی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شد. پارلمان کشور را ضرور است که برای تأمین نمودن زمینه حقوقی گذاشتن به اقتصاد رقمی و استفاده ذهن صنعی چاره‌جویی نماید. در این روند خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده می شود که جهت عملی سازی اقدامات سازنده در دایره ساخت‌های رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیون، همچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژیک کشور، لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تهیه به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. ضرور است که جهت با اینترنت بلند سرعت تامین نمودن اهالی و رشد انفراستراکچور تلکمونیکاسیونی از جمله تجدید خطهای نقلیه و نوری بین شهری و زیاد نمودن خطهای بین المللی چاره‌های فوری اندیشیده شوند. وزارت رشد اقتصاد و سودا و آگاهی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی وظیفه دارند که یکجا با وزارت‌های ماری و این صنعت و تکنولوژی نو و مایع طلبات بازار میانه را در سمت اقتصاد رقمی آموخته برای زیاد نمودن تعداد متخصصان ساحه مذکور، همچنین بلند برداشتن صفت آماده سازی کادرها تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین به وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌های داخله سپارش داده می شود که کار را جهت زیاد نمودنی حصه پرداخت‌های غیر نفتی و استفاده انفراستراکچور پرداخت تقویت داشت. آگاهی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی جهت پورا جاری نمودن و عملی گردانیدن سامانه یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشید. امروز ما را ضرور است که روند اداره‌کنی دولتی را با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برآورده تأثیر عامل انسانی را در تمام ساحه‌ها و همه گونه مناسبت‌های مالیوی کاهش یک مثالی عادی می‌آورم. در سال‌های گذشته یعنی تا جاری نمودن تکنولوژی‌های
حاصل حساب و پرداخت نیروی برق نظام رقمی بینید در حسابات شبکه‌های برق 34% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد. یعنی که موافق معلومات برق توجیه گویا اهالی پول برق را نمی‌دریافت. بعد از جاری شدن نظام نوی بینگی 100% اهالی همچون پورا پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می‌شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذراندیم و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم‌ها گواهی می‌دهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوءاستفاده از مصرف از طرف بعضی کارمندان ساحت پرداخت‌ها پورا به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور سوئی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذرانده می‌شد و اهالی و ماشین‌های آبکش پول را از اهالی جمع‌آوری می‌کردند و پول مبلغ را سوءاستفاده کرده سوری برق را به اهالی و ماشین‌های آبکش دار می‌کردند یعنی قرض دار می‌کردند. این تلفات تنها در شهر دوشنبه در نتیجه جاری نمودن نظام رقمی بینگی در 11 ماه سال روان تلفات 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بندی فائزی کم می‌باشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بندی فائزی کم کرده شد. نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 1 کیلووات ساعت را تشکیل کرده نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. در این مدت بیش از 100,000 مشتریان نو یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند همین کسان 34 سال برق را استفاده میکردند حق برق را پول برق را نمی‌سپردند. به قید گرفته شده به نظام انرژیتی 1.5 میلیارد سومانی مبلغ زیاد وارد گردیده است 11 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نایاب شهرهای کلان تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. در یک شهر با 7,000 مشتریان استعمال کنندگان برق 34 سال توانستند می‌کردند. در شهر کلان از این زیادتر 10,000. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز صادر کرده می‌شود که در همکاری با دیگر وزارات و اداره‌های داخلی جهت گزارش چون پورا و روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین‌المللی به حسابگیری و حسابات‌دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجه‌گیران صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نماید. اینچنین تاکید می‌سازند که پورا جاری نمودن نظام پرداخت‌های غیرنقدی در نقطه‌های سودا و تیمارسانی از جمله مسائل مهم می‌باشد. حاضرین می‌گویند حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را تشکیل می‌دهد و آن همچون قوه پیشبرنده رشد کشور اعتراف گردیده است. حکومت مملکت را ضرور است که جهت آسان نمودن بخش خصوصی و ذخیره‌ها، خدمت‌رسان‌های دولتی، اطلاعات
واسطه‌های ارزان مالیاتی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای برآورد داشتن رقابت‌ناکی، تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تبلیغ‌های مؤثر باشد. همچنین با در نظر داشت عملی سازی هدف‌های استراتژیک دولت، کارها در سمت جلب سرمایه خارجی و داخلی، خصوصا سرمایه مستقیم، باید وسعت داده شد. تا امروز برای تکمیل مأموری کنانی انداز، توسعه همکاری‌های فاصله‌ای با شهروندان و اندازکنندگان و گسترش اقتصادی رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنانی انداز برای سال‌های 2020-2025 یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شده. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنانی ساحه، برآوردن ثبت سیانی الکترونی دولتی، ساده‌گردانی اجرای عهده‌داری‌های اندازی، همچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگ اندازکاری صاحبکاران مساعدت نمودند. با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری، حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می‌شود که برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سال‌های 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همزمان با این وزارت اطلاعات دائم به مسئله بلندبرداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازکاری شهروندان و اندازکنندگان چاره‌های الهی اندیشید. حاضرین محترم، در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تأمین نمودن رشد حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سومانی زیاد میباشد. با وجود این وضع مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی جهان امروز مراودار بسازد که نظام مالیوی کشور را با معیارهای معاصر مطابق نموده سبراناکی اداره کنی مالیه دولتی را با سم برآورداریم. مخصوص تاکید می‌نمایم که سبراناکی خراجات دولتی باید به نتیجه‌های از هر وقت دیگر بیشتر نگرانیده شود. وزارت مالیه را ضرور است که یکجا با وزارت اداره‌های ثانوی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در این جهت تطبیق‌های ارائه بیندازد. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی، کمیته دولتی و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کورپوراتیوی چاره‌های ضروری را عملی نمایند. خاطرنشان می‌نمایم که با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک سبز و تشکیل بازار تکراری فعال و شفاف آنها یکی از وظیفه‌های مهم در این سال میباشد. همزمان باید استراتژی رشد بازار سرمایه تهیه و قبول کرده شد. در 10 سال آخر حجم عمومی قرض‌های داده شده 143 میلیارد سومانی را تشکیل داده است، ولی همگی 38% آن و صاحبکاری استحصالی راست می‌آید که این هنوز کافی نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که جهت جلب بیشتر خارجی و نظام بانکی پس‌اندازهای شخصانی واقعی و حقوقی و باز هم زیاد نمودن پیشنهاد قرض و ساحه‌های عضلانک اقتصاد بخش و صاحبکاری استحصالی تدبیرهای الهی را راه اندازی نماید. برای بهتر
نمودن دسترسی صاحبکاران 3 ساله و مزار دراز مدت و از های دادن همین قرض پیشنهاد می‌نمایم که قرض‌ها تأسیس داده شد. همچنین برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی مردم و توسعه امکانیت‌های دسترسی شهروندان به منزل اقامتی ضرور است که مکانیزم‌های رشد بازار قرض‌های ایپاتیکی را تکمیل داده جهت زیاد نمودن حجم چنین قرض‌ها به اهالی تدبیرهای داخلدار اندیشیده شد. وکیلان محترم، با مقصد نایب گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعتی کنانی معاصرت کشور در دوره تطبیق آن سالهای 2019-2025 یعنی در 7 سال اخیر بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87,000 جای کاری ساخته و استفاده داده شده است. از جمله در سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نموده است. برای معلوماتتان در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشته خلاص. این تنها من آنرا گفته ایستادم در 10 سال اخیر از 30,000 زیاد بنیاد کارخانه‌های صنعتی استحصالی در زمان استقلال زیاد گردید. این جای کاری، این حجم استحصالی محصولات صنعتی و همصادرات، حجم استحصال محصولات ساحه معدن از 7 میلیارد سامانی سال 2020 و 26 میلیارد سامانی در سال 2025 رسانیده، افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تأمین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نوعی محصولات طلا، نقره و خاکه سرخ استحصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نوعی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استحصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرخ 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟ تدبیرهای در سمت صنعتی کنانی معاصرت کشور اندیشیده شده. امکان دادن که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته در سال 2025 به 66 میلیارد سامانی رسانیده شد. سرعت رشد ساحه صنعت در سال 2025 22% را تشکیل داد. ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی نو با استفاده از تمام اقتدار و امکانیت‌ها رشد واقعی سالانه ساحه را در دوام 5 سال می‌باشد در سطحی نکم از 25% تأمین نماید. در این روند با جلب سرمایه وطنی و خارجی جهت تأسیس دادن کارخانه‌های نو برای کارکرد کره اشیاء خام وطنی خصوصا معدن، متال‌های رنگه و نادر و قیمت‌بها، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش، تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده، افزایش حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض‌کننده زیاد کرده شده. اینچنین حکومت مملکت برنامه نوی صنعتی کنانی معاصرت کشور را برای سالهای 2026-2030 و برنامه رشد استحصال و غنی‌گردانی میتان‌های رنگه
نادر و قیمتبها و دیگر اشیای خام مهم را قبول و عملی گرداند. در برابر این ضرور است که جهت تأمین نمودن استفاده صبرانک و عاقلانه ذخیره‌های زیرزمینی، تقویت نظارت دولتی، مشاهدت بر رشد استوار ساحه استخراج و دیالوگ کشور چاره‌های الهی را تطبیق نماید. وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی اینا سریداره دیالوگ و کمیته انداز یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها سندهای معیاری و حقوقی تنظیم فعالیت در ساحه‌های ذکر شده را تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد سازد. در سندهای تهیه شونده مسائل وابسته به فراگیری پوره آماری، سوداگردانی رسمیات دولتی، از جمله اجازت نامه‌دهی، تکمیل ترتیب اندازبندی ذخیره‌های طبیعی و حل مشکلات دیگر باید روشن انعکاس کرده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در روند عملی سازی این وظیفه‌ها دقت مخصوص بر رشد صنعت سبک، کارکرد عمیق محصولات و استحصال متال‌های نادر و مهم روانه کرده شود. در 10 سال گذشته ساحه انرژتیک کشور به مبلغ بیش از 60 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری شده است. در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی برق در حجم 1017 مگاوات افزایش یافته‌اند. تنها از حساب تجدید و نوسازی نیروهای عمل کننده اقتدارهای 200 مگاوات زیاد کرده‌اند. از جمله سال 2025 کارهای تجدید و نوسازی نیروهای برقی آبی غیرآخوند به مبلغ 1.8 میلیارد سامانی پورا انجام داده شده. اقتدار استحصالی آن از 114 مگاوات و 174 مگاوات یعنی 60 مگاوات زیاد کرده شد. این نیروگاه در سالهای 1956-57 کار و فعالیت میکرد. فرسوده بشد. عموما درباره تجدید نیروگاه در پیام وقتی گذشته تاکید کرده بودم. نیروگاه مانده است بایوازی سربند به انجام رسید. نیروگاه بزرگ شهر نارک ادامه دارد. اگریگاتش پورا تجهیزات تکنولوژی پورا از نو شده ایستادند و مبلغ 750 میلیون دلار فقط تنها برای نیروهای ما قرارداد شده ایستاده است. برابر بنیاد نیروهای برقی آبی راهان ما نیروگاه‌های برقی آبی که سالهای طولانی کار و فعالیت کردن آنها را نیز تعمیر و تجدید کاپیتالی کرده ایستادیم که برای 50 سال‌های دیگر 100 سال‌های دیگر برای ملت ما خدمت رسانند. در برابر افزایش اقتدارهای استحصالی یک قطار لایه‌های مهم دیگر از جمله بنیاد زیرساخت‌های نوی برقی و خطهای انتقال برق عملی کرده شدند. در این دوره حجم استحصال نیروی برق در کشور 7 میلیارد کیلووات ساعت گردیده. از 17 میلیارد کیلووات ساعت سال 2015 و 24 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 رسانیده شد. ما امروز مشکلات مردم شریف تاجیکستان را در شرایط محدودیت موقتی انتقال نیروی برق به خوبی می‌دانیم. این حالت از یک طرف نتیجه افزایش اهالی و طوری که بالاتر گفته شد زیاد شدن شماره کارخانه‌های صنعتی و در مجموع افزودن استعمال نیروی برق و از طرف دیگر تأثیر کاهش آمدن تیرمان انسانه و کم گردیدن واردشوی آب و آب انبار آبی مملکت میباشد. در زمان صاحب‌سازی در کشور 1,300,000 خانه استقامت نو ساخته شده
بیش از 8,400,000 نفر ساکنان شرایط زندگیتون رو بهتر کرد. 73,000 من زمین فقط زمین برای بنیاد خانه های اقامتی دارم. غیر خانه هایی که وای کردن 1,300,000 هر یک آیده به حساب کنیدی 6,000 این هم بهانه شده نمیتوانم. تنها در همسال اخیر در 1600 کارخانه نو استحصالی آغاز کرده است. در همین کدی همین سال 400 این هم میگیرن یک هست. یکی پرابلم یعنی همین این پیش از همه جایهای کاری هم باشد، لیکن پرابلم اساسی ما در تلفات از حد زیادی از نرم مقرر شده زیادی نیروی برق است. حالا هم 3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق تلفات داریم. ما اگر امروز برای ما 1 میلیارد قوه برق در که مردم اذیت نکشند. این هست. این استفاده برده ایستادن. اما ما مقصد داشتیم که در تا سال 2027 دست به حساب کنک های بیلیگی را پیوست کنیم دیگر پورا این از بر می رود. حکومت مملکت برای برطرف سازی این مشکلات تمام چاره‌های نموده ایستاده است. حالا کارهای لایحه‌ای ساختمان 2 نیروگاه آفتابی با اختیار عمومی 500 مگاوات 200 مگاوات در ولایت شد و 250 مگاوات در ولایت خرطوم آغاز گردیده تا ماه آگوست سال 2026 و استفاده سپارده می شود. اینچنین ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راهو به کار درآورده می شود. استقلال انرژتیکی کشور تامین می گردد. برای این هم خرسک زدن نه است، لیکن سکن زحمت کشیدن همونه. هر کلایی ما بله. حکومت مملکت با استفاده از همه ذخیره و امکانیت‌ها روند ساختمان نیروی برقی آبی راهرو را پیوسته ادامه می‌دهد. حالا در انشاءات مذکور 18,600 نفر کارگران یعنی ساختمانچیان و کارمندان مهندسی و تکنیکی و شماره تکنیکا یعنی ماشین و مکانیزم زیاده از 3,900 عدد را تشکیل می‌دهد. چنین ساختمان کم در کشورهای دنیا برای ادامه باصورت کارهای ساختمان در نیروگاه سالی روان از سوی بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی مبلغداری کرده شد و تا این روز در نیروگاه قریب 60% کارهای ساختمان به انجام رسانیده شدند. از همه کارهای وزیر به انجام رسید. از همه کارهای وزمین دشوار سرخراجات قریب به انجام رسیده است. حکومت مملکت تمامی راهبران و مسئولین و ساختمانچیان این انشاءات بزرگ وظیفه دارند که ساختمان مسئولیتی بلند و با صفت وسعت بخشیده اجرای سفارش داده شده را جهت در ماه سپتامبر سال 2027 به کار درآوردن اگریگات سیوم نیروگاه یعنی رسیدن به استقلال انرژتیکی را تامین نماید.
جامعه شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعه میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی در دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم. یک زمستان دیگر در پیش است. زمستان تیرما، زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر میگردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده میدیم، خیلی بهتر می شود. و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش میکنیم دیگر بر کشتن برپای کردن. طبق تحلیلات طلبات و نیروی برق در داخل مملکت افزایش یافته سال 2030 نسبت به سال 2025 31% زیاد می‌گردد. در این روند برای تامین نمودن طلبات افزاینده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق دائمی و استوار در برابر بنیاد اقتدارهای نوی 3 ساله، همچنین ایستاده سرفکنانه نیروی برق نقش کلیدی دارد. بسیار مهم است که در این جاده همه گروه‌های استعمال کنندگان سرشتکار باشند. سرفکنانه استفاده بریم، همین برق برای ما بسنده است. لیکن افسوس در جامعه هست نفرانی که به انصاف میشوند. ما تصمیم گرفتیم که در دوران 2 سال آینده با جمع سرمایه مستقیم در کشور یکچند نیروهای برقی آفتابی را با اقتدار عمومی 1500 مگاوات مورد استفاده قرار دهیم. یعنی آنی که ما سال آینده تا در ماه آگوست 500 مگاوات نیروهای آفتابی استفاده می‌کنیم. باز 1000 مگاوات دیگر در سال 2027 نیروهای آفتابی دیگر بنیاد کرده در ملت سوخت به استفاده می‌کنیم که مردم ما دیگر محتاج نشود، مشکلی نداشته باشد. حکومت مملکت در جمله رهبریت وزارت انرژی و ذخیره آب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروهای برقی آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریع‌وقتی لایحه‌ها تبدیل‌های فوری انجام. همچنین کارها را عاید به پروژه جاری نمودن نظام معاصر بینگی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی در شبکه‌های برقی کشور هر چیز زودتر به انجام رسانید. این کار در کشور باید تا سال 2027 پروژه به انجام رسانیده شود. تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیاد هیدروانرژی بوده. امکان دارد که در همین جا یک ایستاده بگذارم، فقط در شهر دوشنبه که آنها قریب با این تکنولوژی گذاشتن، در فقط همین سال پروژه گذاشتن با انجام رسانیدن، در 11 ماه نسبت به سال گذشته 750 میلیون سومانی از حساب فقط ما استفاده بودم زیاد درآمد وارد شده است. یک شهر تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیاد هیدروانرژی بوده. امکان دارد احتیاجات مرکزهای بزرگ حسابداری ذهن سالی را با نیروی برق سبز و آب خنک تامین سازد. داتا سنترال این چی است؟ این بسیار باید اگر به شرط برقمان زیادی کنند با این راه میرویم، نکنند نمیرویم. از این رکاب نیست برقش ما درآمد بیشتر میگیریم. اگر یک
کیلووات یک سنت باشد، 2 سنت یا 4 سنت میفروشیم. این جاده با تا 9 سنت 10 سنت در جایش و درآمد بیشتر میگیرد. تکنولوژی رقمی وای است که شرطه دنیا. خب آبی خنک برای چی آبی خنک؟ خراجات این بیشتر برای خنک کردن سیستم آبی خنک در کن. دریای وحش، دریای پنج، دریای زرافشان یخ. یعنی این 50% افکتیو نسل پایدارناکیش بلند میشه. بنیاد کردن در همیشه جایها که آبی خنک دارد که سیستم وای خنک داری خنک کردن آبی خنک دارد. از این رو با حکومت مملکت سفارش داده می شود که با مقصد استفاده امکانیت‌های ذهنی سنی در روند رشد دایر و تأسیس کارپراتسیون ملی ذهنی سنی، مرکز منطقوی ذهنی سنی و مجموعه مرکزهای کارکرد معلومات ساز در داتا سنتر توجهی دارد. دوستان عزیز، با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025 در نتیجه زحمت شاهدلانه کشاورزان مملکت سطح ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعماری تأمین کرده شد. سال 2025 در تاریخ انسانیت از همه بهترین سال واقع گرفته شده است. سطح حفظ امنیت آزخواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. یعنی کشاورزان خصوصاً در شرایط نامساعدی آب و هوای سال جاری از جمله خاکباریش‌های شدید صافدلانه زحمت کشیده استعماری را با محصولات تامین کرده استادند. بنابراین به همه کشاورزان، دهقانان، متخصصان ساحه و اهالی که با زحمت صادقانه و وطندوستانه و استفاده عاقلانه آب و زمین محصولات غذایی استحصال میکنند سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. یک معلومات مختصر هم برای شما هم برای دهقانان مملکت، کارمندان ساحه کشاورزی مملکت. طبق معلومات سازمان ملل آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد تا سال 2030 زیاده از 500 میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی اذیت خواهند. در سال 2024 شماره آدمان در سطح گرسنگی دائمی قرار داشته تا 670 میلیون نفر افزایش شد. علامات تاکیدهای من که مردم ذخیره دشوارات داشته باشید، ذخیره دشوارات مواد غذایی داشته باشید، خدا نکند به یک روزی سختی که محتاج به دیگران شد. خشکسالی های قایق ها بینید، کمباریشی را بینید در خود تاجیکستان نه باران یکم دیدیم، ولی در زمین های لرمی یک تا زمین کشتن نشده است نسبت 2 سال گذشته. اطمینان دارم که با در نظر داشت چنین شرایط ناگوار کشاورزان مملکت باز هم بیشتر زحمت کشیده با استفاده ثمرات از همه امکانیت‌ها از جمله آب و زمین حاصل فراوان می‌رانند و امنیت آزخواری کشور را بهتر کنند. در رابطه با این حکومت مملکت سفارش داده می‌شود که لایحه قانون درباره سیاست اگراری را تهیه و پیشنهاد نماید. حکومت مملکت
مملکت همچنین وظیفه‌دار کرده می‌شود که با در نظر داشتن نقش ساحه پختکاری در تأمین اهالی با جای کاری، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک و خودکاری و افزایش حجم صادرات محصولات، مکانیزم تأمین نمودن رشد استوار ساحه پختکاری را جاری نماید. اینچنین برنامه دولتی رشد اینواتسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 را تهیه و عملی است. ساحه کشاورزی در تمام دنیا، حتی کشورهای متمدن، کشورهای از لحاظ تکنولوژی پیشرفتگی، اکثریت کل مردمشان در ساحه اگراری با جای کار تامین میشن. این را باید فراموش نکنیم. وزارت‌های عدلیه، کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد سودا، کمیته انداز و خدمات گمرک جهت دستگیری ساحه پختکاری تا آمدن وضع ساحه پیشنهادهای ضروری را دارای وارد نمودن تغییرات در خودرو و سندهای معیاری حقوقی در مهلت 2 ماه با حکومت مملکت منظور نماید. تأکید می‌نمایم که هوس‌مندگردانی فعالیت ثمرناک خواجگی پختکار مسئله مهم در اسلام میباشد. وکیلان محترم، برای بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگر و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حالا تطبیق 16 لایحه دولتی به مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 در دایره لایحه‌های ذکر شده به مبلغ عمومی زیاده از 5.4 میلیارد سومانی 236 کیلومتر راه‌های ماشینگر و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق با طلبات بین‌المللی به استفاده داده شدند. راه‌های آبیگرد نورآباد و راغون و درازی عمومی 87 کیلومتر، 109 کیلومتر راه قلعه خون لنج، راه‌های بین‌المللی در ولایت سوت، 30 پل خرد و بزرگ، 5 نهر و 6 دالان زیری ترمیم و درازی 13 کیلومتر از جمله انشاءات ذکر شده میباشد. حالا بنیاد 50 دنگره گلستان، 33 کیلومتر راه گلستان فرخار و باز 12 کیلومتر راه‌های بین‌المللی در ولایت سوت با مبلغ عمومی 2 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 ساختمان پل کلانترین در کشور از بالای آبانبار نیروی برقی آبی راغون به درازی 920 متر و 3 پل ماشین‌گذر و درازی 368 متر آغاز گردید که مبلغ عمومی آنها 900 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. سال 2026 ساختمان آذرسازی 300 کیلومتر راه‌های ماشینگردی بین‌المللی و جمهوری با مبلغ عمومی 3 میلیارد سومانی آغاز می‌گردد. راه وحدت آبیگرد 70 کیلومتر، یعنی از وحدت تا راغون، گلستان کلاه 33 کیلومتر، فاروق روشقلعه 32 کیلومتر، کلمان 67 کیلومتر، برجواز سری کاسار 55 کیلومتر، خیستیوز کالیبادان 10 کیلومتر، 11 کیلومتر راه تواروی شهر کلاه و 5 پل ماشینگرد در راه لب جل سنگوار از جمله آنها میباشد. وزارت نقلیات را ضرور است که فعالیت خود را در همکاری با شریکان رشد، ادامه بنیاد و تجدید راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی و نظارت صفت اجرای کارهای لایحه‌ای مستحکم باشد. همزمان با این
جهت تشکیل مرکزهای نقلیاتی و لوجستیکی از نوسازی پارک نقلیاتی راه آهن و اینفراستراکچور آن چاره‌جویی نمود. همچنین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می‌شود که جهت از نوسازی پایه‌های معاصر خدمت‌رسانی مطابق گردانیدن فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه، باختر و کلاه تدبیرهای ضروری آن شد. ساخته آمده فرودگاه‌های ضد طلبات زمانه مطابق قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راه‌های محلی از جمله 2,600 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و ترتیب گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهم ارزنده تجدید ساختمان راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب منتداری بیان می‌نمایم. سوی مردم تاجیکستان بسیار باننگ و ناموس هستند. وقتی من به دههای دوردست میروم و میبینم چگونه مردم وطن عزیز خود را دوست می‌دارند، چگونه مردم با یک ذوق بی‌نهایت حتی بسیاریش خانه‌های استقامتی خود را تعمیر نکرده، کوچه و رسته ها، خیابان های خود را و در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی حصه گذاری کرده است. انا همین که باشد محترم اعضای حکومت و وکیلان مردمی، وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه به این مردم انم که با مردمی با ننگ ناموس صادقانه خدمت کردن است. در یکی از سفرها در یک دیه دوده است. مؤسسه تعلیمی آموزگار را قدیم ملاقات کردن جناب یاری در 3 بحث تحصیل کرده است. جا نمیرسد، چکار کردن ما نمیدانیم، شب تاریک میشود، کودکان ممکن در کوچه می‌روند. یکی از راهوری ساختار دولتی را سفارشم که لایحه کن پیش نقشه گیرید، مکتب سازید، جاش انتخاب کنید، با مردم مصرف کنید که در کجا حساب کرده آورم در جناب یاری راهش دور است، خیش کشاندن مشکل، سنگ کشاندن از اون مشکل، میتن و ارماتور بسیار میرود، نرخش 80 میلیون سومونی. مردم گفتن رحمت کلان جناب یاری هیچی نکنید، ما کمان میسازیم، لیکن یک درخواست داریم که شما آمده خودتون همین مکتب رو با ما افتتاح کنید. کردم
کردن، هزار کردن. حالا در شهر دوشنبه یک صاحبکار وطنی 2 سال پیش یک مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن برای 3000 نفر و خودشان کردن تنجر یگان سفارش باشد. البته من با شما سفارش نمیدم. 1000 پشت در رحمت کلام کاری ثواب و خیر کردی. خودشان در جلو بیاره یک گوشه شهر نشان که کس مشکلاتی جای نشست داره برای بچه ها. من نمیدانم را برای شهر میداند خوبتر پرسید برای چی؟ یک مؤسسه در 2 سال میسازم برای 5000 نفر. علاقه کارهای شروع کرده است. چگونه رحمت نمی‌کنی؟ چگونه؟ حالا برای بیناها بعضا دیوها محلهای اهالی دوردست بروید شرفه شده است. خانه‌های مردمی کندیزاعت را تعمیر کردن، در دیوارهاشان درست کردن، کوچه ها و رسته ها چراغان، اسباب‌پوش، مکتب، مؤسسه تا مکتبی، کارخانه دوزندگی، تولدخانه، حمام، قصر فرهنگ، نشان، پرچم. در بسیار شهر نایار نه نشان است نه پرچم. احسن و چنین رئیسان جماعت رهبران شهر نایار و پیش از همه مردم شریف تاجیکستان. یک چیز از مسلمان شدید همین قدر مبلغ‌های کلان صرف میکنن دیگر میکنن یگان جدا خودشان را اکلام نمیکنن. مثل بعضا سازمان‌های خیریه‌ای که یک خبچه آوردن تمام دنیا را پهن میکنن. من رفتم تاجیک‌ها رو کمک کردم، من رفتم تاجیک‌ها رو ایره کردم، خراجات کرده ایستادم، هزارها مؤسسه تعلیمی بنیاد کردم. حالا صدها مؤسسه تا مکتبی بنیاد کرده ایستادم، هزارها کیلومتر رو بلکه تعمیر و تجدید و مفش کرده ایستادم، کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده ایستادم، جای کاری برای هموطنان خود کرده ایستادم. لیکن تعریف کنی نمیکنن، رکلام نمیکنن. وزیرای محترم ما کجایی که پرزیدنت رود اخیر کامیرا را تو برو بشه برای پرزیدنت اینا محاسبه ببینید نمیکنن. دیدید یگان جلو یگان کس وای کرد انا میرم ما کردم انا میرم وای کردم کرده است. دیدید نمدونم دیدید هیچی میدید خوشناسی ملی وطن دوستی و وطن پرستی انا امیر است. در برابر این ضرور است که کمیته معماری و ساختمان مقامات اجرایی دولتی و دیگر ساختارهای مربوطه تشخصهای سازنده صاحبکارا را در سمت بنیاد انشاءات اجتماعی، استحصال و انفراستراکچور همه‌جانبه دستگیری کرده رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمانی را تأمین نمود. و زمین استفاده صنعت بلند معماری، عنصرهای ملی و زمانوی، تکنولوژی‌های معاصر و مسائل با صفت ساختمانی راه اندازی کرده شد. هر یک انشاءات و بنایی که ما بنیاد میکنیم برای یک روز و 2 روز نیست. طرز بنیاد کنه که 100 سالها و این ملت خدمت رسانه. هم سیمای دهات شهر و نایه ما را زیبا گرداند. قدیما مردم این تبار ما تاجیکان شهرساز و شهردار بودیم، معمار بودیم.
سلام علیکم. حل مسائل اجتماعی سمت مهمی فعالیت به حساب می‌آید و تدبیرهای سالهای آخر عملی گردیده بر رشد این زیدی باشد. مثلا اگر حصه جداکنی مالیوی برای ساحه‌های اجتماعی در سال 2024 20 از 10 میلیارد سامانی تامین گردیده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2026 در حجم 29 از 5 میلیارد سامانی به نقشه گرفته شده است که نسبت در سال 2024 8 از 7 میلیارد سامانی یا 41 از 8% زیاد می باشد. من از روزهای اول فعالیت خود اگر به یاد داشته باشیم کدامتان به حیث رهبر دولت تا امروز دستگیری و رشد علم و معارف را سمتی افزایش‌ناک اعلام کرده در طول بیش از 13 سال و این شاههای حیاتاً مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می‌نماید. زیرا خوب می‌دانم که رشد همه شاههای حیات جامعه و دولت آینده با سعادت دولت و ملت معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکم آنها امروز گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر این توجه و این شاخه‌های مهم و تغییرساز را سرمایه‌گذاری و آینده درخشان ملت و بقای من هیچگاه فراموش نمی‌کنم وقتی که از شهر خوجند تاریخش با دیگر چطور وارد شدم با شهر شد، چون شهر دوشنبه در بیشاهی مانده بود، دیگر ها آمد میکرد. یکم کاری که من کردم یک نفر نماینده عالما قبول کرد. محترم رئیس در اون زمان رئیس شورای عالی و پارلمان هم رهبر دولت رئیس وضعیت عالما بگوید رسمی است با کار در برآمدن نمیتوانند چون که هر روز یک تاییشان را برده کشته سازند. زندگی عائلویشان برباده رفته سازند. معاش نیست، نفقه نیست، بازار هم نیست لیکن اقل مبلغی ندارند که ناخرم و زندگیشان را پیش برند. من در همون دوره دعوت کردم وزیر مالیه بانک ملی قومدین چیار جناب میانه یک پولی کوچک نداره همه را بردن هیچی نیست. من با اکادمیکا و عالمان $100 استیپندیا معین کردم فرمان کودکتی که آنها دیگران اقلا برای نامشان روز زبانی کنند و دور نروند از آیستان برآمده نروند. امروز باز بگویم به شما من چطور امروز اگر جمع کنیم اصلا آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از کدام اما وقتی این آموختن، کسب آموختن،
خب هنر آموختن داشتن سطح معرفتی ملت تاجیکستان است. من باز میگویم، روی راست میگویم، به خرافات دولت کنم، پایانتر ایستاده میگذارم. از یگان باید تمام مردم ما رو بیاریم. بینه دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی کجاها؟ خب همه ساها اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز همه زندگی ما از خارجه است. ما در آسیای دیگران آب ریخته ایستادیم، بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. ابونه من تعلیمات دارم، دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی اختراع کرده. بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. البته خرافات هم کوشش میکنن. امروز مثلا ما 4 بار نکرده ایستان کوشش میکنن که ایدئولوژی درازناک خودشان را باز کنن. کجا میروید به ایدئولوژی؟ کجا؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان بکنید. در خودی هر یک دیه، در هر یک نایه، هر شهر بینتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرهایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ چگونه زندگی دارند؟ و آیلایی که بیسواد است، آیلایی که نفری که کسب و هنر ندارد چی زندگی دارد؟ در کجا میگردد؟ کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم فرموده است که را حس کردن نه بر روزی سختی، عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر. از این دنیا یک بهره بر. ما امروز در جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایزان مردم ده. اگر هیچ تو وطن نرسد، خانه و در خودت تازه و آزاده کن، ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزنده، جانت کمی راحت کند، بهره بر از این دنیا، از این زندگی. خدای تعالی هست نکرده است برای زیستن. یکی وقتی تنی کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشم. افسوس، افسوس. پایانتر ما ایستاده میگذارم. برد نداره میگیم، برد کی میکند؟ کی تولید میکند؟ متخصص بینه کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب بعد 3 سال میکنن، خانه تا گرمی میتن، فروکی میتن. بینه علم چی است؟ علم چی است؟ سواد چی است؟ کی میکرد؟ نمیکردن دیگر رو کنن.
من در اون پیام گفتم کووید 19 را 5-6 دولتی پیشرفته اختراع نمیکرد واکسین را برای تمامیت چی نشد در دنیا؟ چی نشد؟ با دعا تمامیت کرده میشد؟ کردن کووید را چند نفر را تمامیت کردن؟ از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ‌زایی این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد می‌نماید و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. برای سالهای معارف در سال 2026 از حساب بودجه دولتی قریب 14 میلیارد تومان پیش‌بینی گردیده است که نسبت به سال 2025 25.4% و نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2015 هم 5.5 برابر زیاد می‌باشد. با مقصد تأمین نمودن ثمراناکی استفاده مبلغ‌های دولتی اینچنین مطابق سازی آن با استانداردهای بین‌المللی بازبینی نظام مبلغ‌زایی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی یعنی گزارش به نظام سریع یا فرمایش دولتی تقاضای زمان میباشد. بنابراین با وزارت‌های معارف و علم، مالیات، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سفارش داده می‌شود که دایر به این مسئله به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. طبق تحلیلات 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر. بنابراین ما را ضرور است که برای هرچه بیشتر آماده نمودن کادرهای آموزگاری، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و با استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن نظام تحصیلات یعنی آمادگی به گزارش به نظام 12 ساله تعلیم از سال چهارجویی نمود. با این مقصد حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می‌شود که وضع عملی شوی استراتژی ملی رشد معارف برای 2030 را همه جانبه تحلیل و بررسی نموده آن را طبق هدف‌های نوی در این سمت گذاشته شده تکمیل گیرد. سال 2019 در پیام رهبر دولت سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده بود که از آن زمان 6 سال سپری گردید. به اگه نظارت در ساحه معارف و علم، وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی آینده، اکادمی ملی علم و پالات حساب سفارش داده می‌شود که نتیجه‌های 6 ساله تطبیق چهاربینی‌های تحصیل همه جانبه تحلیل کرده جهت برطرف نمودن کمبودی و مانع‌های جای داشته تطبیق‌های ادامه دیده شد. به خاطر هرچه زودتر و فضای یگانه تحصیلات بین‌المللی وارد گردیدن معارف تاجیکستان سال 2004 و نظام کردیتی تحصیلات گذرانیدن مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت آغاز گردید و سال 2014 همه مؤسسه‌های ذکر شده به این نظام گذرانیده شدند. وقتی آن رسید است که برد و باخت نظام ذکر شده کارشناسان تحلیل و بررسی گردیده ضمن سپاریدن امتحان‌های جاری و خط هم امتحان‌های جاری و خط عامل‌های انسانی کبرا از بین برده شد. ساختار و مقامات ذکر گردیده از جمله مرکز ملی تستی در مدت 2 ماه
و دستگاه اجرایی پرزیدنت دایر به این مسئله معلومات مفصل پیشنهاد نمود. همچنین از جانب گروه با صلاحیت کاری وضع آموزش زبانهای خارجی مخصوص روسی و انگلیسی در همه زمینه‌های تحصیلات تحلیل و بررسی گردیده جهت باز هم تیزانیدن این روند به حکومت مملکت خلاصه‌های اساسناک پیشنهاد کرده. با استفاده از فرصت می‌خواهم به پدر و مادران، آموزگاران و اهل جامعه مراجعت کرد. تأکید نمایم که با مسئله نگاهی و تعلیم و تربیت درستی فرزندان با کمال مسئولیت مناسبت نماییم. ما باید در خاطر داشته باشیم که آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ، دور از تعصب و خرافات، وطن دوست و وطن پرست و دارای حس بلند خودشناسی ملی وابستگی عمیق دارد. عصر 21 عصری پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها می باشد. دیده ایستاده که دولت‌های متمدن و ترقی کرده دنیا به چه دستاوردها نائل شده ایستاده‌اند. ذهنی شوری رو ببینید. اگر ما خواهیم که دولت پیشرفته، وطن آباد و زندگی آسوده داشته باشیم، باید کوشش کنیم که فرزندانمان صاحب سواد و دانش و کسب و هنر شوند. ما باید تلاش نماییم که آنها در زندگی آینده خود یعنی حیات مستقلانه‌شان اذیت نکشند. فراموش نباید کرد که وقتی نورسان جوانان بی‌سواد میمانند، جامعه به تعصب و خرافات و جهالت گرفتار می شود که چنین حالت عاقبت‌های دهشتبار دارد. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که جنگ تحمیلی شهروندی سال 92 اصل گذشته تمام ساحه‌ها خصوصا علم و معارف را 10 سال باخیر کرد. بهترین عالمان و دانشمندان و متخصصان و آموزگاران از جمهوری تاجیکستان برآمده رفت. بهترین در رابطه با مسائل علم و معارف میخوام ابراز نمایم که آموزش پیرک‌ها یکی از سمت‌های مهم علم وطنی و جزئی سیاست دولتی ما میباشد. سال 2025 با پیشنهاد طاهرسان و با قطعنامه سازمان ملل متحد سال پیروزی پیرک‌ها و سالهای 2025 و 34 در ساله علم‌های کریاسفر اعلام گردیدند. از این لحاظ من از همه ساختارهای داخل دعوت می‌نمایم که فعالیت علمی و عملی را در این سمت گسترش داده دستاوردهای خود را در عرصه بین‌المللی وسیع معرفی نماید. موضوع حفظ پیرک‌ها، آموزش علم‌های کریاسفر و عملی سازی تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم اهمیت استراتژیک و جهانی دارد. وقتی که این موضوع را من می‌برداشتم بسیاری ها می‌خندیدند. سالهایی که من مسئله آب را برداشتم دیدم می‌نویسم. دریای در وقتی نواریدن دریای وحش، دریای پنج، دریای زرافشان 70% نسبت به گذشته آبش کم است. در رابطه با این پیشنهاد می‌گردد که مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پیرک‌های اکادمی ملی علم‌ها با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی
اینستیتوت آموزش پریافا و کریاسیون اکادمی ملی اینها تبدیل داده شد. حاضرین ارجمند، بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حس مخصوصا جوانان که آینده ملت و دولت میباشند نقش بسیار مهم دارد. ما به این مسئله مهم همیشه توجه ظاهر نموده. در 10 سال آخر 150 انشاءات ساحه فرهنگ را ساخته و استفاده داده و 350 انشاءات دیگر ساحه را تعمیر و از نو سازی کرد. همچنین در پایتخت کشور شهر دوشنبه بزرگترین انشاءات ساحه تئاتر ملی را با شرایط امکانیت‌های معاصر بنیاد کرده ایستاده که تحفه حکومت مملکت به مردم کشور و اهل فرهنگ و هنر به افتخار جشن 35 ساله استقلال دولتی میباشد. به خاطر ولایت معرفت داخل و ذوق بدیعی اهالی مملکت خصوصا جوانان نورسان از جانب مؤسسه‌های ساحه فرهنگ سال سپری گردیده نهضت نامگوی ادبیات بدیعی و بچگانه نشر و به کتابخانه‌ها دسترس کرده شد. در این دوره با دستور نوآور دولت 3,200,000 نسخه کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov و شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و به اهالی مملکت رایگان تحفه کرده شد. قبل از این در مدی اول بسیاری فراموش کرده است. نمیدانند که کجا مانده. قبل از این ما قرآن مجید را به زبان دولتی و زبان فعلی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کورکورانه راه ندیدند. من این کار کردم، تحصیل کردم، مال ادامه دارد. گیرند خوانند. لکس بیگانه را کم گوش کنید. گیرید به زبان تاجیکی فهما هر یک آیت کلام روانی معنیش چیست کنید. خودتان را بیهوده نکشید. خانه پند است، حکمت است. میراث تاریخی و فرهنگی شناسانه ملت کهن‌بداد تاجیک میباشد. ولی با وجود آنکه یادگارهای باستانی زیاده از 70% این میراث را تشکیل میدهند، در کشور قانون ساحه باستانشناسی موجود نیست. وابسته به این مسئولین ساحه ضرور است که لایحه قانون مذکور را در مهلت کوتاه‌ترین تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد کنند. سال روان با سعی تلاش‌های کشور ما 11 یادگاری میراث فرهنگی کوتل قدیم در نایه‌های جلال‌الدین بلخی، دنگره، واصل، فرخار و خوانند ملت کفان به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در این ردیف از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه‌ها
در مورد اعتراف شهر پنجکل همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی و بزرگداشت 50 سالگی رابعه بلخی در سالهای 2026-2027 دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش‌های و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی داشتن میباشد. همچنین تنظیم همایش‌ها زیر عنوان استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگونرنگی اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باعث افتخار و سربلندی ملت آریایی ما میباشد. در این راستا ما را ضرور است که برای حفظ ارزش‌های مادی و غیر مادی ملت خود معای آنها را در عرصه بین‌المللی هدفمندانه ادامه دهیم. از جمله با در نظر داشته سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی، وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ جهت به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن نام او تدبیرهای ضروری است. دولت در عصرهای ششم و هفتم میلادی در زمان دولتداری ساسانیان زندگی و ایجاد کرده است، از جانب عالمان کارشناسان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی و آهنگساز کسبی قلمرو اعتراف گردیده است. مسلم است که تاجیکان یکی از ملت‌های فرهنگی و تمدن‌ساز دنیا میباشد. باعث افتخار ماست که گذشتگان نیکنام ما آریایی ها و جهانیان زبان و فرهنگ، علم و هنر، عاید و سنت های بای رنگارنگ بشردوستانه از جمله نوروز، اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را با میراث گذاشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یک نوع دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دین میبونی اسلام 1000 سال دین جهان است. یعنی نوروز یک دینی ندارد، نه به اسلام، نه به زردوش، نه به یگان دین دیگر. ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای هویت صاف به میراث داریم. ما باید افتخار داشته باشیم که اجداد خردمند ما
دیندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را همچون بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش عقل کی را بگردید؟ گفتار نیک، دیندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین‌المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگر اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه های دولتداری گذشتگان آریای ما که در تاریخ بشریت ماندگار و تاثیرگذار بازدند، اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشد. بنابراین از همه اهمیت دست میکشیم، از 100 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. انا میگم مردم در درست فرماندن در کار هستن، بعضا پیدا میشوند که این بدینی با یکان دین مایل ندارد. دید ما گفتن که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی کرد، یکان کس و که گرفتن ندارد، نیست، مکلفت در دنیا نیست. بنابراین با حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دستور داده می شود که جهت در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن قانون، یعنی قانون قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چرا نماید. همچنین با در نظر داشت فلسفه و حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل های آینده در شهر دوشنبه مرکز ملی نوروز بنیاد کرده شود. برای آنکه نوروز را بین المللی گردانید، تاریخی کمترک 12 دارد. 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بودیم. بودن کشورهایی که زیر بودن، حتی در حوزه نوروز هم زیر بودن. در چی؟ گفتن ما راضی، لیکن نامش را دیگر کنید. نوروز تاریخا نمیشه آمده است. حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگران با همین زبان میگن نوروز مبارک. دیگه کرده نمیشه. تاریخ آمده چگونه دیگر میکنید. ما وقتی که در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قدنامه قبول گردید، یک دولت زیر بود،
بعد یک سال دو سال رفته باید جزو کردن لیکن نام حتی نام ده زیر بودن برای که نامش تاجیک است این دلیل چی است؟ 50,000 سرز را من معین نکردم عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردم عالمان از امریکا، روسیه، اروپا، ژاپن، چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کرده که تاریخی سرز 50,000 سال است نوروز گفته ایستاده است من تاریخ بیش از 6,000 سال دارم وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشد شهرداری کرده باشد این مسئله اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیر تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می‌گردد. اکادمی ملی اینها دیگر مسائل علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی وظیفه‌دار کرده می‌شوند با جلب عالمان و دانشمندان کنسپسیون این مرکزهای ذکر شده را در اساس عنعنه‌های معماری و شهرسازی و شهرداری باستانی تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد سازند. اما در این جهت بعد قرص‌زنی را می‌بینیم. مبلغ در تو حالا قرص‌زنی یعنی تایاری تو را بینیم چون که برای بنیاد این مرکزها خیلی ولی نه یک سال و 2 سال شاید 10 سالها لازم میشه فهمیده ایست آمید لیکن نترسید رای گریزه نگیرید میسازد ملت تاجیک مادر تاجیک تولد کرده ایستاده است هر روز هر یک جوان مردای بنای پیشنهاد کرده ایستاده که پول چطور میکنه سلامت باشید حاضرین محترم در 10 سال اخیر در کشور از حساب همه سرچشمه‌ها 1,300 انشاءات ساحه تندرستی با مبلغ بیش از 5 میلیارد سامانی ساخته و استفاده داده شد. اگر مبلغداری ساحه از حساب بودجه دولتی در سال 2015 1 میلیارد 37 میلیون داده باشد پس آن در سال 2025 به 4 میلیارد 300 میلیون سامانی رسانیده شد. یعنی بودجه ساحه در این دوره بیش از 4.2 برابر زیاد گردیده در 10 سال اخیر 26 میلیارد و 300 میلیون سامانی را تشکیل داد. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که مسئله کمرسازی نظام مبلغ‌زایی ساحه تندرستی استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و غیر بودجتی گزارش و نظام غیر نقدی پرداخت چیزمرسانی‌ها و دیگر مسائل ساحه را همه‌جانبه تحلیل و بررسی نمود. همچنین جهت تطبیق اصلاحات نوبتی و برطرف نمودن مشکلات و کمبودی‌های در این سمت جای داشتن تدبیرهای ضروری اندیشید. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که در همکاری با دیگر وزارت و ادارات لایحه برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی را برای سالهای 2026-2030 تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نمود. فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی خصوصا گروه‌های آسیب پذیر جامعه سمتی ارسلناک سیاستی حکومت مملکت میباشد. به وزارت
و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اگرچه سقوط اجتماعی و نفقت جهت تامین نمودن ثمره‌ناکی حجت‌های بنفشه‌گیری استراتژی و برنامه‌های دولتی در سمت حفظ اجتماعی اهالی تکلیف‌های مشخص را راه‌اندازی نمود. علاوه بر این رهبران تمام ساختارهای دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی به حل و فصل مسائل و تنظیم درآوردن مناسبت‌های مهنتی، تأمینات نفقه و کمک‌پولی‌های اجتماعی، قرار گرفتن به شغل پرمحصول و دیگر کفالت‌های دولتی اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه باید اعتباری اولین درجه داده شد. وزیران وکیلان تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های غنی قوای کاری بوده. افزایش اصلاحات 2% سالانه، یعنی زیاده از 880,000 نفر را تشکیل کرده است. هر سال در ساحه گوناگون اقتصاد کشور زیاده از 200,000 جای کاری نو تأسیس داده شده. بیش از 150,000 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلاتی کسبی و بازار مهنت وارد می‌گردند. از این لحاظ از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر ساختار جهت عملی گردانیدن سیاست دولت در سمت مساعدت به شغل اهالی باید چاره‌های سازمان اندیشیده شود. با شغل رسمی جلب کردن اهالی قابل مهنت، تامین نمودن کفالت‌های مهنتی کارمندان و حسابگیری دقیق قوای کاری، تقویت وجود سقوط اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن حفظ اجتماعی شهروندان مسائل مهمترین در این سهم میباشد. مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی و وزارت اداره‌ها وظیفه دارند که تطبیق ثمره‌بخش نشاندهنده‌های پیشبینی نموده برنامه‌های دولتی را جهت در 5 سال آینده تأسیس دادن 1,400,000 جای کاری و در این روند بلند برداشتن نقش صاحبکاری خود، کاسبی و هنرهای مردمی را تأمین سازد. در این روند به مسئله واکار تأمین نمودن ختم کنندگان مرکزهای تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوص در نوبت اول زنان، معیوبان و دیگر کته‌های به دستگیری اجتماعی احتیاجمند باید اعتباری خاص داده شود. با در نظر داشت امکانیت‌های امروزه اقتصادی و ضرورت باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی سپارش می‌دهیم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تامکتبی عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، شاههای علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجه‌ای اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. موضوع مهلت عمل کننده کارمندان مقامات حفظی حقوق، خدمتچار حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شد. اینطوری حد اکثر موضوع مهلت برای تمام شغل اجتماعی کشور به اندازه 1,300 تومانی در یک ماه مقرر کرده شد. در برابر این با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی
از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه‌های شغل‌طوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه کنید با آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری داغستان درباره نفقه‌های شغل‌طوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم ولی نه کم از 15% از اندازه مقرر شدهشان ایندکساسیون کرده شود. یعنی 15%. برای برداشتن سمت صفت زندگی مردم کشور هدف عالی دولت و حکومت مملکت به حساب می‌آید و در این جهت منبع نیز تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. حاضرین گرامی، ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست دولت ارزیابی نموده. برای ثمره‌ناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت‌ها استفاده کرده ایستادیم. زیرا جوانان ما نیروی اساسی پیشبرنده جامعه میباشند و ما با حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی و وطندوستی و وطنپرستی آنها افتخار می‌کنیم. امروز جوانان ما با کار و فعالیت سازنده خود در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور شاید استقلال سهمی بزرگ دارد. حالا در کشورمان ساحه‌ای نیست که در جوانان در آن نقش فعال نداشته باشند. نیست، یگان ساحه. باور دارم که جوانان با ننگ و ناموس دوران استقلال در پیشرفت اقتصاد ملی، ترقیات دولت و آبادی وطن خود منبع نیز سهمی ارزشمند می‌دهند. حتی جوانان ما هر سال مشکلات زیاد با دعوت به صف قوای مسلح اختیاراً قریب زیاده از 65% دعوت شدگان اختیاراً به خدمت به صف قوای مسلح هر سال هر دعوت 2 مرتبه خودشان دارند. این جوانان زمان صاحب استعدادی موجودیت حل مسائل حیات کودکان و نوسان جوانان و فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌های باز هم بهتری تحصیل و کار و فعالیت یعنی نسل‌های آینده ساز ملت را نیز جلوگیری می‌نماید. باغچه‌ها می‌روند، من باغچه‌ها می‌دارم با کودک‌های 3 ساله 4 ساله صحبت می‌کنم. 5 ساله 4 ساله تا یک تعلیم تا 6 ساله شوند. بینیاد زیرک هستند. بینیاد زیرک هستند. تنها کمک درکار. چنین مؤثرات درکار است. ما پدر و مادران، ما فعالان، ما اعضای حکومت و اعضای پارلمان، وکیلان مردمی، ما باید در این موضوع کار کنیم. در این موضوع کار کنیم. کودکان را از 1-2 ساله باید در مسائل طبی تربیت کنیم. آنها آماده میشوند. یکی از پیشرفت کشورهای پیشرفته ترقی کرده دنیا الان تعلیم 12 ساله است. شما یک روین مسائل طبی کودکان قطعی چنین به مربی به معلمان شیرین صحبت کنید. اونا بسیار گفتن یای وایدارا سوالای خوبت هم نکرد داخله شبت سرطه بگیری میگریزی خیلی آید حکومت مملکت من مکتب میگه مکتب شدن تو سوزاده نگاه کنید تا چه آیله هایی هستن که اهمیت میتن کودکاشون یک آیله آمدن خوانندگان صفی 8
معلومه جوان خود ممکن که دارم مشکست زبان انگلیسی تعلیم سیکویاش کی در آزمونهای جمهوری اشتراک کرده هستی؟ آیا از پیشتگی چیستم تمام خب کلی یک از کدام یک پارچه خواهم از شده کرایه کردم و پرسانش کنم کی هستی؟ خب که من که مادرم معلم است پدرم از دنیا گذشتم چند تا میتروفه گرفتی؟ معلمه را پرسیدم 4000 معاش میگیره وقتی غالب آزمین جای یکم اول شدست 70000 سومان دو ساله معاش معلمه را در یک آزمون اشتراک کردگی گرفته است اصلا اصلا ما کار که نمیشه ما بچی کرده تربیه کرده میتوانیم حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود مسائل مربوط به زنان را در محور فعالیت روزمره قرار داده برای رشد این سمت مهم منتظم تبلیغ‌های شدمن می‌کنند. ما نقش بانوان زنان و دختران مانند ناموس وطن را در همه شاههای حیات دولت و جامعه همیشه قدردانی می‌کنیم و سعی تلاش آنها به خاطر بنیاد آینده آباد و آسوده کشورمان افتخار داریم. مسئله برآورده زنان و بانوان و تربیت کردن و وظیفه‌های رهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد و ما در آینده نیز ادامه میدیم. باور دارم که زنان و بانوان مملکت برای تربیت فرزندان در رویه آموختن علم و دانش و کسب و هنر رعایت قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های مردمی باستانی تاجیک از جمله سرخط سجده‌کاری و پوشیدن لباس‌های ملی سعی کوشش بیشتر و خرج می‌کنند. مادران عزیز مهربان بانوان عزیز در پوشیدن لباس عصبانی نکنید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید با عفت باشید پدر و مادراتون کسر و کشتاماناتون عزت و احترام کنید فرزنداتون تربیت خوب نمایید همین می شود حج همین می شود کار ثواب مدنیت لباس پوشیدن فراموش نکنید ما تاجیکان ما می‌دیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیدن به خانه همسایه و چهاربینی اون کس می‌رفت همسایه ما می‌دیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی می‌رفتند سر لباس سر بدنها تازه آزاده کرده لباس‌های تازه می‌پوشیدند لباس‌های نو می‌پوشیدند حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد میباشید در پاش لنسی در سطر کلگی پا تا زانو را میباشید یا رقاص کرده ناخنان رنگ کلگی را چی بفرد؟ این شریعتی هست یا یکی دنیاوی چی هست؟ یک طرف خپی نشان شی خانده این تربیه که فرزند داده
یکی شهر آمدی، شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی هست هم دیگر است. میبیردن هم یک لباسی باید خلاصه میبراره که این ملت تاجیکش هم این است. نکردن که پایتخت میبخشد آخه کوچکی مرد زن فرقش نیست. پایتخت است. جای مقدسی خود را دارد. پرچم دارد، نشان دارد، موزه دارد، دیگر جاهای تغییر که دارد که جارت کردن که از او دیدن کردن نکن. در اینجا دارد کار باید کنید. شکرانه کنید. شکرانه این وطن آزاد کنید. آزاد. میخواهی حق میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخواهی مسجد میروی، نماز میخوانی، روزه میگیری، خب چی میکنه؟ میخواهی خون، میخواهی مدرسه برآمد، اینا نه مدرسه حاضر زمان ساختن، لیکن سر لباس ملی هم این بسیار. دشمنان چکار میکنن؟ اول سر لباس را میگیرن، تقریب و بیگانه پرستی، بعد زبان را میگیرن. حقیقتی دولت از بین میرود. حالا کتابی میاد که اثر دیزوار باباجان غفور فردادم خونه. من برای خوندم، برای تاکتادم خوندم نیست. شاهنامه را دادم خونه. قرآن مجید را دادم با زبانی تریدی، با زبانی دولتی چاپ شده. خونید، معنیش فهمید. زیادرایی نکنید. با اعتماد کامل امروز می‌دانم که آنها در مسئله مقاومت با بیگانه پرستی و خرافات و اسرافکاری و زیاده‌روی در صف پیش جامعه قرار می‌گیرند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نماینده، نقش قانون‌داری در عملی گردیدن هدف‌های استراتژی کشور و تامین نمودن رشد استوار و باثباتی آن اهمیت جامعه و دولت تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی بسا مهم به شمار می‌رود. از این رو تحلیل همه‌جانبه و پیوسته قانون‌گذاری و تهیه پیشنهادات جهت تکمیل آن برای اجرای هدف‌های استراتژیک و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور ضرور می‌باشد. تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون، کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور میباشد. منظره که اینجا آرام و وید شدیم، رشد اقتصادی دیگر است. سالی گذشته انسان هم نفقه، هم معاش، هم بعضا کارهای دیگر شدید سال است. قدم به قدم یک باره البته همه مشکلی ها را یکی تصدیق کردن بسیار مشکل بشه، لیکن زینه به زینه رفته سالی مغز، صلح و ثبات، امنیت و آسایش و ولایت قانون که ما رشد با سرعت اقتصادی فرهنگی و سیاسی کشور را تامین کرده سطح نیکوآوری خلق را بلند برداریم. کدام دولتی نباشد، خودمان از سر گذرانیم. اگر صلح و ثبات کشور نباشد، وحدت ملی در ملک پایدار نباشد، یگان نقشه اینه که ما عملی نمی‌کنیم. این بزرگی کشور در فاکر داشته باشد. بنابراین ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید وظیفه خود را در سمت حمایت ثبات و آرامی جامعه، امنیت و آسایش دولت و مردم تاجیکستان با صداقت
به دولت و خلق خویش می‌نماید. مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامیده وظیفه جامعی آنها در شرایط ناآرام و بحرانی جهانی معاصر میباشد. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر گردانیدن شرایط خدمتچان حربی قوای مسلح و کارمندان مقامات زیرخور تدبیرهای ایرانی باشد. ما سال به سال بهتر کردیم سالیم، لیکن اکنون قوای مسلح جدی هم کمک شرایط درجه عالی، هم خدمت، هم زندگی را باید ما معاینه هم متخصصان سطح بلند کسبی نظامی آماده. هموطنان عزیز، وکیلان محترم، وضع مرکب در مناطق گوناگون دنیا، شدت گرفتن رقابت‌های گیاه‌سیاسی و گیاه‌اقتصادی به خاطر از در تقسیم کردن جهان، موج نوی جنگ سرد یا ناشوی واشنگتن، ضعیف گردیدن معیارهای حقوق بین‌المللی و دیگر روندهای پرتضاد در عرصه بین‌المللی همانا مایه نگرانی باقی می‌ماند. در چنین شرایط ما را ضرور است که در برابر اشتراک فعال در روندهای گلوبالی در همبستگی با جامعه جهانی و سعی و تلاش‌هایمان برای رسیدن به هدف‌های سازنده، پایداری صلح و ثبات و تأمین امنیت فراگیر تقویت باشد. ضمن تطبیق کنسپسیون سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، ما فعالیت بین‌المللی خود را به خاطر توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های گوناگون جنبه با کشورهای مختلف جهان بر پایه اصول‌های اعتماد، احترام منفعت‌های همدیگر و سیاستی درهای شده می‌باید ادامه خواهد داد. همزمان با این برای رشد و تحکیم مناسبت‌های همه‌جانبه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد و فرهنگی و بشری تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. در مجموع تاجیکستان با توسعه همکاری‌های دوجانبه و بسیارجانبه با کشورها و نهادهای شریک توجه دائمی ظاهر نموده جهت ادامه اشتراکی فعال زمینه‌های گوناگون در آینده نیز سعی و تلاش خواهد کرد. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، در پیامی که امروز پیشنهاد کردید دستاوردهای کشور عزیزمان در سالهای آخر مورد تعریف قرار داده شد. همه این دستاوردها پیش از همه نتیجه زحمت اهلانه مردم شریف تاجیکستان میباشد. سال 2026 برای ما سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. یعنی تاجیکستان کهن بوده اما تازه استقلالی ما 35 ساله میشه. طی 5 سال آخر تمام قشرهای جامعه جهت سزاوار استقبال نمودن این صحنه تاریخی جوانان زحمت کشیده کارهای بزرگ را انجام داده ایستادند. از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقش گرفته شده تا امروز 26,000 آنها به استفاده داده شدند که بیش از 70%شان از حساب صاحبکاران و شهروندان میباشد. باور دارم که تا جشن 35 سالگی شماره آنها از 30,000 زیاد میشد. با استفاده از فرصت من بار دیگر به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه
و شهروندان وطن دوست و زحمت‌کرین با ننگ ناموس و مسئولیت شناس صمیمانه سپاس و منتداری اظهار می‌نمایم. تا روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی وقتی خیلی کم مانده است. باید تا این سنه کارهای سازندگی را باز هم وسعت بخشید. چاره‌بینی‌های جشنی را با ثبت و صفت بلند عملی سازد. هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه کار کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردست‌ترین دهات آن فرا گیرد و به یک کار معمولی تبدیل، یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس برای پیشرفت دولت خود و آبادی وطن عزیز خویش کار نیکی را انجام داده، سازنده و بنیادکار و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن ملت تاجیک را نشان دهد. راه طی کرده ما در ظرف قریب 35 سال گذشته بر علا نشان داد که مردم شریف تاجیکستان به انجام کارهای بزرگ قادرند. وطن خویش را صدقاً دوست می‌دارند و برای حمایت استقلال و آزادی سرزمین اجدادی خود همیشه آماده. در شرایط بحرانی و ناآرامی که جهان امروزه قرار دارد، حفظ استقلال و آزادی، زحمت به خاطر پیشرفت دولت و آبادی وطن وظیفه اولین درجه و هر روزه هر یک شهروندی با ننگ ناموس مملکت مسئول می‌یابد. پس بیایید همه یکجا و هدفمندانه با روحیه بلند ملی شکرگزاری و افتخار از صاحب وطنی و شاهد دولتی و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله تاجیکان برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن محبوب آن تاجیکستان و برانبرداشتن آبروی آن در عرصه بین‌المللی کوشش و تلاش نمایید. با داشتن چنین فراستانی ما نباید به تعصب و افراطگرایی و تقلید به فرهنگی که برایمان بیگانه و خطربار است راه کنیم. هیچ وقت هیچگاه از بس که 4 سال پیش داریم به 35 سالگی استقلال قرار قبول کرده بودیم، بسیار می‌نمایند که سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلام کرده شود.
من به آینده نیک و درخشان وطنی صاحب استقلالمان و اراده قوی مردم زحمت پیشه و سربلند آن اعتماد کامل دارم. مردم شریف تاجیکستان که در 34 سال سپری شده روزهای بسیار سخت و سنگین را با صبر و تحمل و با اتحاد سرجمعی پس سر کردند. قدرت و امکانات‌های عظیمی سازندگی دارند و محض همین نیروی عظیمی سازنده و آبادگر فردای درخشان وطن عزیزمان را تأمین می‌سازد. اطمینان کامل دارم که ما همه اهلانه و سرجمعانه منبر نیست به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوب ما و آبادی وطن عزیز ما زحمت میکشیم. به همه هدفهای نیکمان میرسیم و نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم بلند می‌گردانیم. این طرز ملی و ایمانی و وظیفه انسانی و شهروندی هر یک ماست. هر یک تاجیکه که یک قطره خونی تاجیکی دارد. در این جاده و کل مردم شریف تاجیکستان، شما وکیلان مردمی و حاضرین ارجمند، پیش از همه صلح و آرامی، سلامتی و خوشبختی، خانه آباد، سعادت روزگار و کامیابی و برای کار آرزومندم. همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید هموطنان عزیز.
باشید. وقتی که ما سرجم هستیم متعید هستیم بزرگی ما از همون راکت های هسته‌ای و بزرگتر است. در دنیا یگان کار نوشتگی نیست. وقتی انسان ذوق دارد به زندگی با آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کرده ما بنیاد کردم ساختن ما در کار. باز میگم کاری نمیشدگی نیست که انسان از گروده اون نبود. این وضعیت ها پسی سر میشه. چیزا در دشواری های سنگین بودن پسی این هم میگذرد و روزهای نیک هم میرسید. باز هم نیک هم میرسید. ما شما وظیفه جانی ما شما کلانسالان به نسل جوان یک ملک آباد میراث کنید. به نسل جوان بخیلی نکنیم، آنها را تربیت کنیم. گلچین کرده تربیت کنیم. در کدام سطح نباشیم؟ در سطح محل هستیم، در نایه هستیم، در جماعت هستیم، دیه هستیم دیگر هستند. بنیاد فرزندهای تاجی بنیاد قابلیت ذهنی و قابلیت جسمانی. این روزا بینید هر روز در یک گوشه کنار دنیا پرچم تاجیکستان بالا شد از سیزاب جوانان در چهارمینه‌های ورزشی بیان می‌آید. یک بینید در یک روز 12 دکمبر دو تا قدردانه بین‌المللی پیشنهاد کرده تاجیکستان را قبول کردند. کی میشناسد تاجیک‌ها؟ این روز نه اینکه میشناسند، احترام میکنند، احترام میگذارند، دستگیری میکنند، همکاری کرده اسلامی. این باعث افتخار است. هر فردی تاجیکی که از همین وطن می‌نالد، از همین سرزمین بیشناسای اجدادی می‌نالد، او مسلمان نیست، او خوب است.